جوانی 22 ساله مقیم کلاب ولیجان شریپوف را 10 روز پیش در ناحیه واسه طریق سربازشکار و یا ابله به ارتش برده اند. ولی والدین ولیجان ادعا دارند که او بیماری روحی دارد. حالا ولیجان نه در صف ارتش بلکه در بیمارستان روحی ناحیه رودکی بستری است. سه کسل خبرگیری رفته که یک گوشنوش کسل بود، اون را خبر گرفت خانه همون برآمد که همی ابله و اون قپیدن مقصد بورکان بردنش و این کمتی واسه اونجا دکترش گذراندن اونجا همش بود کن. بعد اونجا زنگ که هم خیلی تو در تقریبا همینجا موندگی بعد ما رفتیم. پس از بستری شدن ولیجان شریپوف والدینش علیه کارمندان کمیسریت حربی ناحیه واسه با دادستان حربی منطقه کلاب شکایت برده اند. در دادستانی گفتند که از پی تحقیق این حادثه شدند. قرار است برای ارزیابی آیا اون که ولیجان از نظر ذهنی معلول است یا نه یک کمیسیه پزشکان تأسیس شود. قرغان دیدن گدرو واردنش کمیسیه گذاروندن چیکار کن نمیدونم اشکال سری قطعی گوارد ملی پارتانش اونجا یک شاویست سری با آوردنش و این کمید ولایت آوردن اینجا موندنش قبول نکن و با چند بالنسه اگر روی ممکن قبول نکرد میگه بیماری مون نیست. حالا با گفته والدین ولیجان زود بهوش می شود. آنها میگویند همین بیماری بوده است که ولیجان شریپوف در کالج وزارت دفاع داخل شدن نتواند. والدین ولیجان میگویند آنها ضد خدمت کردن پسرشان نیستند ولی بیمار بودن او و تشخیص درست نشدن هنگام جلب خدمت آنها را مجبور کرده است که صدا بلند کنند. ولی در کمیسریت حربی و کمیسیه تشخیص دعوت حربی گفتند که آنها ولیجان را از تشخیص گذرانده اند و تشخیص ثابت کرده بود که او سالم است. مثلا ابله و یا سرمایه‌گذار این رئیسی شده هم مثلا نمیدونم برای اون مرایش کمیسه به غیر از اون بهش کمیسه منصوب با کمده بازیگر کنسولان کار دارم فقط اون یاره و کمیسه شد و کمیسه را جمع میکنیم میشینیم میگذاریم در این مسئله به اگه شکایت کرده است در این مسئله اگه خبر ندارم. این بار اول نیست که طریق سربازشکار یا ابله و جلب کردن ساکنان در ناحیه واسه رسانه‌ای می شود. در تاجیکستان هر سال 2 بار فصل بهار و تیرمو جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات از بیشتر شدن صف اختیاران خدمت در ارتش میگویند اما ساکنان از افزون شدن موردهای سربازشکار